مادر دیدین اومده سه یگان تاکسی کامپیوتر نگیرید سوار نکردین این ماشین خالی بود سوار نکرد گفتم شاید بچه بگی همین کامپیوتر. سلام علیکم برادرای عزیز، من دیگه درد دل ما با کنم. من 4 فرزندم. باور کنین ای سحر هوا تا حاضره دمی راه من نگاه دارم راه تازه دارن که مردم بروانه دیگه باشین اکه غالیب حضور رحمت کلان انا امون پدرکوی روی کدگی تا گرفتیم حضور رحمت بو برای یک طریق خود ما یکم کم نیستم برادرو چی در کن هر گپو چی میگین گدو و تلبنده با تلبندگی درومه و تلبنده نیستم برادرو پتپیچکو گفتم کارتمون دست. سلام علیکم برادرای عزیز، من دیگه درد دل ما با کنم. من 4 فرزند دارم. گفتیم که تراکتور دارین تراکتورمو وقتی کار میکنیم فرزندامونو میخرونیم میپوشونیم یا اینا بچه ما دیدی بازی داره یک مو ای موسور کرده سال چهارم جا اون وین پین کرده گشته میگه تو ما چی نمیبری تری هو یکو چی میگم بو کاروسل چی تریه انا لیلی پوپه هم تری دیگه نمیدونم کی ده چکنین خیبر هم دیدم میاد در ببین خیبر جا بیا خیلی جا بیا ببینن تا ای خیبر خیبر بیا خیلی من نمیدونم چی کار کنم قضیه تراکتور من سوز کردم اون دینه او پارش ما سوز کرد یه سری زمین رفتم اومدم این پارش هم شکست من نمیدونم. خیبر بیا اینجا بیا خودت گپ زن اخی گپ زن اخی بگو اخی ایران هم نسرینش گریختگیه میدونه که وقتی کار نشید ایدم رزق کم میویه ایران فکری نون میکنه فکری یک قاق میکنه ایسونه ایران دیگه کن خیلی برادره و خیلی یش مورم همه کانال مور اینه تماشا میکنیم پاتیسات سکنه یا همه پاتیسکوی مو بخیزه که مو یکون ریکلام بکنیم و خیلی سلام علیکم برادره عزیز، زنده باشین اکه غالیب حضور رحمت کلان انا امون پدرکوی روی کدگی تا گرفتیم حضور رحمت بو برای یک طریق خودکوی دیتا سیتا روی کدیم او رو در تلفن دیده بودین زنده باشی اوران خوردین در حق دعا کنیم در حق همه دعا میکنیم ما در خونه خداران در حق همه مهاجر خلق توجیک همه دعا کده بودیم شلو بود دعا میکنیم بسیار برادران میگن که کارت بمون ما تو در پل پارتیم همین تراکتور یا در پریزش هم بچه‌ش نه کن 100% کن ما گفتم حضور رحمت می نداریم فقط پاتیسات سکنیم ما همین رکلام کنیم هم پاتیسکو زیاد چا رکلام کنیم اگه هم پاتیسات میکنیم هم دستگیری میکنیم میوردم ننه این برادرها اگه اونجا چیش نیست اقرا چی نکنیم مجبوری نیست کسی رو نمیفوره چی نکنن کانال همین پاتیسات سکنن ایشالا ما از سبب همین تراکتور که رفته نتونستیم سیانکا همین تراکتور منصوص شد ایشالا میریم بینه باید گفتم دیدم اونو گر خورد انا گر خوردگی هم تماشا کنین زنده باشین. السلام علیکم برادر عزیز برادر گرامی دیدین خیلی که ما کاستیم با پوشیدیم برو اومدم ما یگم چی کم نیستم برادرو چی در کار هر گپو چی میگین گدو و تلبنده با تلبندگی درومه و تلبنده نیستم برادرو پتپیچکو گفتم کارتمون دستگیری میکنیم برای کی تو نمی کاری خیر کردی نمی کاری خیره کاری ما گندم آورده مقصد فرایمونی چوشیدیم پرنده ها بخورن هر زمستون ما پرنده ها رو در همجا جمع میکنیم که این خودش یک کاری خیره مرا خدا دادیستن تلبنده گفته گدو گفته شما این ایروی بخیلتون کردیستین برادرو خداوند همیشه آدمایی که برای ما بخیل مینه پیشایی مرا نمیخواه خداوند برکت چون بده زیاد شو برکت شون پول مولشون زیاد شو بخیلی را بس کنن فقط دست به خیر باشن خیر کردی دودی میتنن برای همین او ویدیو رو خیلی ما اداره کردم دو ویدیو رو گفتم ویدیو تو فقط ویدیو اخیر با گدوگی و بچی برومادی سمت خط صغیره چی گرفتن من هیچ صغیره نیستم من نمیفورم کی پیش یک صغیره ده شوک نو توزه پشم خمیتری سالید میبگیرم ایتری کنم من نمیفورم حضور رحمت حاجی غالی حاجی معروف حضور رحمت بگیرین همین ویدیو رو پدیلیت سکنین پاتیسکاتون رو بگین پاتیسات سکنه کانال مورا
یا دستگیری کنین ای همت خویش بخشش ده و ویدیو رو удалить کردم بخشش بسیاری بعد گفتم من ایت طلبانه ما ویدیو رو удалить کردم خیبر خندید گفت که آخه چی با удалить میکنی بنده هسته که بخیله در حالی شما گفت خداوند میخنده گفت در حالی هم که بنده هایی که بخیل میکنه لیکن من ای خداوند طلب میکنه خداوند جزاشون بده خداوند برکتشون بده یا الله برکتشون بده برادر دستگیری کنید سایتی مرا پادپیسat کنید که همین سایتی ما 100,000 بالا بخیزم ایشالا منم بالا خستم دستگیریتون میکنم زنده باشین در حقتون دعای خیر میکنیم. سلام علیکم. آدم چی جون جوار باشه زمستون دروز اومده درگیر کشورای ما گندم چوشیده سه دانه چوشیده سه برای پرنده ها اینمی کار خیر کرده سیده که این بچه بسیار بچه خوب بوده. این نگاه که گندم چوشیده سه این گندم منو برای عباز گوسفندا تونه بتی بخره در جاها چوشیده سیاخی نگاه کفتر رو نگاهش کده استودیم نمو کفترم حالی نگاه کسی ندیدی حالی میچو شک با میخمان میان همی دانوی همی آدم میخرنک اینه درگیر دی کشری ما آمده اینه برادر عزیز اینه دانه را چوشیدیم اینه گندشکا هم خیلی اومده خورده استیان که گندم و جو خورش جو میخره گندم خورش گندم اینه برادر ها اومده 2 کیلومتر سنترک هم کشر اینه اومدیم همینجا پرتفتیسیم برادر ها فکراتون رو بگین کار خوب و گنده بودنشه ای برای اصحاب ای برای چی نیسته اینه ما مدتی 5 سال شید کارمون ایدیم همین پرنده و هم چیه ای روزی ترانشید که فقط ترانشید در خونه مونده نگاه میکنیم و فهمیدیم اینجا در می اومدیم گندشکا اینجا در گندم و دونه آوردیم. زنده باشین کانال ما را پدیلی سکنین دیگه کسا را هم ببینن عبرت بگیرن همین پرنده ها را دستگیری کنن. سلام علیکم برادر عزیز برادر گرامی خیلی هستین که برف بریده این ماشین و تاکسی ها نبرومده این در همین پدیام نبرومده این تاکسی ها دیسی نبرومده این سبب تاکسی ها نبرومدن میدونین برای چیه این تاکسی ها این مادر مون دیده سین اومده سه یگام تاکسی این کامپیوتر نگرفت سوار نکرد این همین ماشین خالی بود سوار نکرد گفتم شاید بچه بگی همین کامپیوتر بگی بر کی حال راه ده میمونه های کدوم صوت خوبی تینجی ویدیو کن تاکسی ها نگرفته سین خدا را زوره کن دعا کن ده حق مون مران صاحب ماشین شد صاحب ماشین شد من فقط آمین فقط من شما رو سوار میکنم میگردم من شما رو هر فقط میبینم که یکون تاکسی سوارتون میکنم ولی کامپیوتر که پیش بشین این تاکسی نم خیلی هم برادر عزیز فقط خدا را زوره کنید کانال پادپیسat کنید رکلام های سوز میکنم من همین کامپیوتر همین مادرها را دستگیری میکنم من شوفیر نیستم من یکم چی گفتارم نمیتونم مخی چی بگم اینا کامپیوتر شنونده ایشالا اگه ماشین میره اولش خدا ماشین میره دستگیری که حاضی اینمی حاضی ساعت مینوت ما ویدیو رو میپرتم اینستاگرام ده. برادرها سلام علیکم نگاه کنید که همین بیرن در لوبای تایمو نمی سخت سرم که باشی همین بیرن در اگر 10-15 مینوت چخ بستی ابیا درون ماشین در بشنه میو که ابیا اگه اونجا بدونیم که خنکای ایامی سر همه ما اهمیت دادیم همه ما چشم داریم نگاه میکنیم پدر و مادرایی که همین راه را تازه میکنن برادرها و اپا و خواهرایی که همین برفا را تازه کردن همه من دیده استیم کدامتون که نباشین برادرها همین استوریس مرا تماشا کرده باشین خواهشی دادرانه لوبوی زپرافکا مدرو یا که لوبوی جا مدرو یک کافه یک 5-6 کافه او کنه میشوه یگون کمک خط همون مادر یا که هم پدر ده برای هوسمند شدنش کمک کنین باور کنین ای سحر همو تا حاضره دمی راه من نگاه دارم راه تازه دارن که مردم بروانه بیاین او یک گپ بود که بعضا کلانترا را یگون کورکشون نبود میکنه بعد میگفت که نکی خدمت بزرگ کردی
ё хизмати калон кадӣ, ана фикр мекунам ай ҳама хизмати калону хизмати бузурга барои ана ҳамин мардуми шаҳри Душанбе, на танҳо шаҳри Душанбе, кадом ноҳияеда ки ҳастанд ҳамин падару модарое ки раҳҳоро тоза мекунанд, чӣ дар тирамо, чӣ дар баҳор, чӣ дар зимистон, бовар кунен ана ҳамин хизмати бузурга, ана ҳамин хизмати калона ана ҳамин падару модаро мекунанд. Бовар кунен барои ҳамон бародаро чӣ кӯмаке ки мо ҳамин ра вуруда ҳамвода мекунем, бовар кунен камай. Ва ҳамавақт зинда бод модари тоҷик ва падарои тоҷик ки ана ҳамин хел барои миллата, барои ватана, барои мардуми тоҷик хизмат мекунанд. Даномтон ҷоном, хай гапҳомона гуфтем, чӣ кӯмаке ки боша бикунем хубтарай.